خب قفل زدیم، جا بستیم، پیچاشو هم صفر میکنیم. باید دقت داشته باشیم من خوب سفت بشه. خب تست میکنیم ببینیم کار میده یا نه. بله قفل کرد، باز میکنه، خوبه. خب میریم سراغ رودری رو میاریم به همون سبکی که باز کرده بودیم، به همون صورت هم میبندیم. کابل رو رد میکنیم از اینجا خب سیما رو در آوردیم، رودری رو هم زدیم جا. با یه تقه‌ای که اینا فشار بدیم اینا به راحتی میرن سر جای خودشون میستن و دیگه محکم میشه. خب این سراغ کلیدا رو هر کدوم سر جا خودش پیشاشو میزنیم جا، قشنگ به راحتی تست میکنیم دوباره. خب کلیدا رو زدیم، فیشا رو زدیم جا، شیشه بالا بر رو تست میکنیم، بالا پایین، در اونور هم بالا پایین میکنه. خب این رو میزنیم سر جا خودش، یه پیچ داره اینجا میبندیم و دوباره تست میکنیم. پیچ رو میبندیم، سفتش میکنیم رو. خب دستگیری در رو اینا ببین خار دارن، خاراشو قشنگ میزنیم جا، هر کدوم سر جا خودش. یه بار دیگه تست میکنیم و دستگیره ها رو شیشه بالا بر قفل میکنیم، دوباره باز میکنیم و مشکلی نداره. با تشکر از شما که به این ویدیو رو نگاه کرد. ممنونم.